سلام رفقای فوتبالی، خیلی خوش اومدید به ویدیوهای جدید 99. بریم که با دست پری از خبرها اومدیم به سراغتون و بریم تمام اخباری که تا الان پیش اومده رو با هم دیگه بررسی کنیم و جذاب تریناشو با هم دیگه بدونیم. و میدونم که بعضیاشو میدونین و میدونم که بعضیاش هم نمیدونین. و در اولین اخبار، دیشب در جام اتحادیه انگلیس آرسنال 2-1 برایتون رو برده و 3-1 از منچستر سیتی باخت و لیورپول بازن 3-1 از کریستال پالاس باخت و 4-3 چلسی موفق شد ولورهمپتون رو ببره و نیوکاسل 2-0 تاتنهام آورده. ماینز 2-0 از اشتوتگارت باخت و پادبورن 4-2 از بایرن لورکوزن باخت و گروتر فورس 1-0 از اون تیمی که اسمشو خیلی سخت باخت و دارمشتاد 4-0 شالکه رو برد و فوردلسفورت فرایبورگ رو برد و بایر مونیخ هم موفق شده 4-1 کلن رو ببره. یونن برلین موفق شده 2-1 میاد بیلفلد و در هم به کوبا بره به مسافه بعدی. در سری آ ایتالیا آیستروم موفق شده 2-1 پاراما رو ببره. کومو موفق شده 3-1 لاس ورونا رو ببره و یوونتوس 3-1 تونست اودینزه رو ببره و اینتر 3-1 فیورنتینا رو برده. بولونیا مساوی کرده با تورینو. جنوا 2-0 از کرمونزه باخته. دو خرید احتمالی منچستر یونایتد در میانه زمین. به نقل از اسپورت ایلانستر منچستر یونایتد حدود 120 میلیون یورو کنار گذاشته تا در پنجره ژانویه به طور قطعی یا دائمی دو بازیکن رو جذب کنه. شیاطین سرخ برای تقویت خط دفاع عثمان دیومانده از اسپورتینگ لیسون و برای تقویت خط هافک اویهام سانسو از اتلتیکو بیلبائو را زیر نظر دارند. مدیران باشگاه معتقدند این خریدها نه فقط برای قوت گرفتن ترکیب تیم است، بلکه پیامی برای جاه طلبی باشگاه میفرستد و میخواد خیلی منچستر یونایتد این فصل یا فصل بعد و قوی شروع کنه که این فصل رو واقعا خوب شروع کرده و باید دید که این تقابلا و نتیجه ها رو میتونه پایدار نگه داره یا نه، که به نظر من خیلی خوب دارن بازی میکنن. آموریم بالاخره ترکیب ایدئال خودش رو پیدا کرده و داره به منچستر یونایتد به جایی که واقعا کسی فکرشو نمیکرد میره و باید دید که در ادامه با آموریم به کجا میرسن. و بریم سراغ خبر بعدی که یه خبر جالب بهتون بگم که ایدن هازارد عضو تالار مشاهیر پریمیر لیگ شد و بالاخره ایدن هازارد هم در این لیست خفن قرار گرفت. و خبر بعدی که در مورد وینیسیوس جونیوره. سان گفته اگر وینیسیوس تصمیم به ترک رئال مادرید بگیره منچستر یونایتد برای جذب او تلاش خواهد کرد. منچستر یونایتد معتقده رویای وینیسیوس خودمونیم و باید دید که اینم میتونه وینیسیوس منظورمه میتونه به منچستر یونایتد بپیونده مثل اون دوتا بازیکن قبلی یا نه، که واقعا سخته. فوری از خاوی میگل و یه خبر بعد برای بارسلونایی‌ها. آسیب دیدگی پدری خیلی جدی به نظر میرسه و نشون میده 6 یا 7 هفته غایب خواهد بود و واقعا خبر بدی برای بارسلونایی‌ها است. و همینطور خبرهای بعد داره میرسه. دزیره دوی شدیداً مصدوم شده. در بازی دیشب تعویض شد که باید دید وضعیتش چگونه دنبال میشه. در بازی که لیورپول دیشب 3-1 از کریستال پالاس باز آمار نالو تو لیورپول اینطوری بوده 16 دقیقه بازی کرد و 2 تا کارت قرمز داشته که واقعا برای لیورپول همچین بازیکنی افته و باید دید که در ادامه چی میشه. عملکرد فوق‌العاده آرسنال تو ماه اکتبر 6 بازی 6 برد 6 کلین شیت و 12 گل زده. به نظر شما آرسنال میتونه قهرمان این فصل پرمیر لیگ بشه یا نه؟ و ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین. و رسمی بایر مونیخ وینسنت کمپانی به اولین تیم تاریخ فوتبال تبدیل شد که 14 بازی اول فصل خودش رو میبره. رکورد قبلی دست میلان با 13 بازی بود و این آمار رو بایرنی ها برای خودشون کردن و باید دید که در ادامه چه رکوردایی رو میشکنن. بیوگرافی کریستال پالاس سار دوباره تکتون کرد و باید دید که جواب لیورپولیا در این توییت چیه و باید دید که در ادامه چه اتفاقاتی میفته. آنستو دیشب گفته امشب 2 تا تعویض کردم و حالا 6 تا جوون تو ترکیبمون داریم. ترکیب امشب سیتی رو دیدم اما هیچ کدوم از بازیکن‌های اصلیشون تو ترکیب نبود، ولی بازم حس کردم انگار بهترین ترکیبشون داره یه چیزایی بالاخره میفهمه اسلوت. از وقتی با اون اومده منچستر یونایتد تا الان 562 موقعیت گل ایجاد کرده که حداقل 115 تا بیشتر از همه هافک‌های 5 لیگ معتبر اروپا است. این قدرت آقای برونو فرناندز هافک منچستر یونایتد که واقعا عالیه. و یه خبر برای لیورپولیا. اسکای اسپورت تایید کرد که یورگن کلوپ کاملا آماده است تا دوباره هدایت لیورپول رو بر عهده بگیره و میخواد که باز برگرده و منتظر جواب مدیران لیورپول. و اینم بگم که کلوپ با ادواردز مشکل داره. لوکاس پاکتا مشتاق به ترک وستهم در ژانویه است و وستهم در آگوست 2023 با فروش او به منچستر سیتی در معامله پیشنهادی به ارزش 85 میلیون پوند موافقت کرده بود. اما این معامله پس از آن که مشخص شد اتحادیه فوتبال انگلیس در حال تحقیق درباره الگوهای شرط‌بندی مشروطه شکست خورد و منسیتی تصمیم گرفت
علاقه به او را در این تابستان تجدید کند و سراغ بازیکن دیگری رفت. بارسلونا ویکتور اوسیمن را در فهرست بازیکنان مورد توجه خود برای تابستان آینده قرار داده است و میخوان که اوسیمن و جایگزین لواندوفسکی که واقعا الان داره کم کم پریمش افت میکنه قرار بدن. بعید است تاتنهام در ژانویه مارک آندره تر اشتگن را از بارسلونا به خدمت بگیرد، اما انتقال قرضی این دروازه‌بان آلمانی به چلسی میتواند امکان پذیر باشد. او در حال حاضر 320,000 یورو در هفته درآمد دارد و تا سال 2028 قرارداد داره که باید ببینیم که به چلسی میپیونده به صورت دائمی یا قرضی یا نه که در ادامه مشخص میشه. تاتنهام به جذب اسکات مک‌تومینای و بازگرداندن او به لیگ برتر انگلیس علاقه‌مند است. طبق گزارش‌های اخیر هافک اسکاتلندی نیز تمایل دارد دوباره به فوتبال انگلیس بازگردد. واقعا ناپولی عالی بازی کرده. ترنت الکساندر آرنولد در تطبیق با شرایط زندگی و بازی در رئال مادرید با مشکلی روبرو شده است. او به دلیل سبک تاکتیکی ژابی آلونسو و مسئولیت‌های پریوی نتوانسته جایگاه ثابتی در پست دفاع راست به دست آورد و گفته میشه که دوست داره به انتقال قرضی به باشگاه دیگه فکر کنه. باید دید که چه اتفاقی میفته. رئال مادرید قصد دارد برای جذب کنان یلدیز پیشنهادی سنگین به ارزش 100 میلیون یورو ارائه کند. ژابی آلونسو شخصا خانه این انتقال شده و حاضر است برای تحقیق آن فروش چند بازیکن را بپذیرد. از سوی دیگر یوونتوس در تلاش قرارداد یلدیز را تمدید کند تا مانع جدایی او شود و باید دید که چی میشه. این خبرم خورخه پیکون پرز به خاطر خراب شدن پروژه سوپرلیگ میخواد از یوفا 4 میلیارد و نیم دلار غرامت بگیره و باید دید که یوفا این غرامت رو میده یا نه. قرعه کشی 1/4 نهایی جام اتحادیه انجام شده که میبینید لیورپول دیشب از کریستال پالاس هست جوری کریستال پالاس مقابل آرسنال آماده آرتتا قرار گرفته و باید بازی هیجان انگیزی بشه. با وجود اینکه رئال مادرید همچنان در حال بررسی چند گزینه مدافع آزاد است، این باشگاه صدرنشین لالیگا همچنان تمایل زیادی به جذب میک فندفن مدافع هلندی تاتنهام دارد. این بازیکن 24 ساله با مبلغی 43 میلیون پوند به تاتنهام پیوسته و قراردادش تا ژوئن 2029 تمدید کرده است و باید دید که چی میشه. با نزدیک شدن پایان فصل MLS بارسلونا در حال بررسی احتمال جذب سون هیونگ مهاجم تیم لس آنجلس اف سی به صورت قرارداد قرضی کوتاه مدت است و میخواد که این هم به صورت همونطوری که اوسیمن میخواد جذب کنه. منچستر سیتی مذاکرات خود را با رودری هافک دفاعی تیم ملی اسپانیا برای تمدید قرارداد آغاز کرده و اطمینان داره تا پایان سال به توافق نهایی خواهد رسید و برنده توپ طلای سال 2027 با من سیتی قرارداد دارد. اما این باشگاه قصد دارد با تمدید قرارداد بلند مدت او را در برابر علاقه‌مندی‌های تیم‌هایی مانند رئال مادرید حفظ کنه. کیلیان امباپه برای دومین ماه متوالی بهترین بازیکن ماه لالیگا شد و خدا میدونه که در آخر فصل توپ طلا رو میگیره یا نه. واقعا داره خفن بازی میکنه توی این فصل لالیگا و رئال مادرید. کوپه گفته لامی یامال هنوز به آمادگی کامل نرسیده و دائما احساس ناراحتی میکنه. این نگرانی وجود داره که اون ممکنه دچار التهاب متناوب ناحیه تناسلی شده باشه که واقعا مسئولیت بدیه و برای لامی یامال این مسئولیت. مقایسه عملکرد 3 مهاجم برتر حال حاضر هووا هری کین 17 بازی 25 گل و 7 پنالتی و 3 پاس گل. کیلیان امباپه 16 بازی 19 گل و 6 پنالتی و 4 پاس گل. ارلینگ هالند 15 بازی 24 گل و 1 پنالتی و 3 پاس گل که واقعا خفنن سه تاشون. حریفای مورد علاقه بیلینگام واسه گلزنی که درصد بارسلونا قرار داره و ژیرونا، منچستر سیتی و سویا و آنتراخت فرانکفورت. 14 بازی 6 کلین شیت و 6 کلین شیت متوالی آرسنال این بار برای دوم شدن جدی هست و باید دید که در آخر فصل دوم میشن یا اول. نامزدهای دریافت جایزه بهترین بازیکن ماه لیگ جزیره هم اعلام شدن که ارلینگ هالند و گیمارش دارن حضور دارن به همراه امبومو با درخشش جلوی لیورپول. رایان چرکی از ابتدای فصل گذشته 38 بازی فیکس 39 تاثیر مستقیم روی گل 148 خلق موقعیت تصویر فقط 60 میلیون پوند آب خورده. سیتی یه باشگاه کلاهبرداره واقعا با این خریدای عجیبی که انجام میده. عربستان سعودی میخواد در تابستان با محمد صلاح قرارداد امضا کند و باید دید که محمد صلاح با لیورپول باز هم تمدید قرارداد میکنه یا نه و به احتمال خیلی به عربستان میره. ادو آگیره گفته ساعت 10:30 وینیسیوس با تمام بازیکن‌ها و کادر فنی صحبت کرد و از همه عذرخواهی کرد و قول داد دیگر چنین کاری را تکرار نکند. در رابطه با رفتار زشتش بعد از تعویض شدن در ال کلاسیکو او گفت بیایید همه در یک مسیر پا رو بزنیم. ژاوی هم صحبت کرد و گفت اگر کسی میخواد شکایت کند باید پشت درهای بسته این کارو انجام دهد نه جلوی همه. واقعا ژاوی این کارو
درست انجام داد و این اسخای وینیسیوس جونیور پذیرفت. و خیلی خیلی از شما ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه ما بودین و تمام اخبار فوتبال از کانال 99 هم دنبال کردین و ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و کانال سابسکرایب کنید. و تا ویدیو فردا خدا نگهدار و تا حاشیه‌های بعدی.